آمدید بشین. خیلی ممنون. خیلی ممنون. من رزومه شما را بررسی کردم. لطفاً کمی در مورد خودتون و اینکه چرا این شغل را انتخاب کردید بگویید لطفاً. خب من از دانشگاه تهران سال پیش فارغ التحصیل شدم. رشته مهندسی خوندم. 2 کارآموزی انجام دادم. یکی از آنها با شرکت کیسون و یکی دیگر با مهندسین مشاور هرازرا. هر دو تجربه خوبی بودند. بله، من از دانشگاه تهران سال پیش فارغ التحصیل شدم. رشته مهندسی خوندم و 2 کارآموزی انجام دادم. یکی از آنها با شرکت کیسون و یکی دیگر با مهندسین مشاور هرازرا. هر دو تجربه خوبی بودند. خب خیلی خوب. معمولا هر سال یک بار ما پروژه در ترکیه انجام میدیم. میتونید به ترکیه سفر کنید؟ حتما. چند سال پیش گذرنامه گرفتم. فکر میکنم میتونم. باید از همسرم بپرسم که اگر بخوام گذرنامه بگیرم اجازه خروج از کشور را به من میدهد. بله خب. شما بچه دارید؟ بله، 1 دختر و 1 پسر دارم. چه بامزه. چند سال دارند؟ 3 و 6 سال دارم. شما بچه دارید یا برنامه برای داشتن بچه در آینده؟ آره، 1 دختر و 1 پسر دارم. 2 بچه. پس مدرسهشون کی تمام میشه؟ می توانید هم به بچه ها و هم به کار برسید؟ در گذشته مشکل نبود. خب از آن تجربه مدیریت دارید؟ من یک تیم 3 نفره را مدیریت کردم. الیس میتونید دستگاه فتوکاپی استفاده کنید یا چای درست کنید؟ بله، من فوق لیسانس مهندسی دارم. میتونم با دستگاه فتوکاپی کار کنم و چای درست کنم. خیلی خوب. معتقدم که در شرکت ما موفق خواهید شد. از آن خوش آمدید به شرکت ما. خیلی ممنون برای این فرصت. خب الیس خانم، متاسفانه فکر میکنم این کار برای شما مناسب نیست، چون هم بچه داره و هم احتمال رفتن به سفر خارج از ایران برای شما کم است. اما موفق باشید. خیلی ناراحت شدم و دلیل شما من را قانع نکرد. ولی شرکت ما ترجیح میدهند که زنان مجرد و مردان را استخدام کنند. چگونه دردسر قانونی کمتر دارند.